سلام دوستان، آموزش دوس 2 رو داریم. ببینید یه سری دکمه ها روی صفحه هستش. با این دکمه برای روشن کردن هستش وقتی که نگه می‌دارید. و الان لوپ توی باکس هست و قطعا لوپ رو خواهد زد. حالا ما این شما 6 تا دکمه بالا داری، یه دونه دکمه پایین، 1 2 3 به ترتیب شماتیک اینا رو ببینید. شما میتونید روی این دکمه ببینید، یعنی اینو من بخوام بزنم اینو باید بزنم، این حالا ما با صدا کار کنیم. اینو میزنیم که وارد بشه. خب اولی کد هستش که روی صفحه برای شما میاد، تمام صفحه داره میگه. این میگه not آهن و این میگه آهن و این میگه آهن نیست و آهن. این برای درصد آهنی و غیر آهنی. اینم کد. الان اینجایی که میبینید چون روش واقعا فلز و نمیدونم تو چیزا زیاده و در حال نویز پراکنیه. خب مهم نیست. بریم توی منو. خب دیسک منوشون چیه؟ میگه باید دیسک بکنم. دیسک یعنی چی؟ یعنی بیاد مثلا میگیم فلزات مزاحم رو تا مثلا عدد مثلا سی برای من ببند تا دیگه کد سی رو برات نمیزنه. بعدی میاد چیه؟ سنسیتیویتی دستگاه، حساسیت دستگاه. اینو کم و زیاد میکنی، شما قدرت دستگاه کم و زیاد میشه. بعدی چیه؟ فرکانس دستگاه. فرکانس رو میتونی کم میتونی زیاد بکنی، دست خودته دیگه. میتونی فرکانس رو بر اساس مقطعی که میخوای کار بکنی فرکانس رو میتونی تغییر بدی. بعدی آیرون ولوم صدای آهنتی که باید کم و زیاد میکنه. این ریاکتیویتی سرعت حرکت، ببین چپ و راست کردنه. وقتی ریاکتیویتی رو میبری بالا با سرعت بالاتر میتونی کار بکنی. به ریاکتیویتی پایین عمق‌های بالاتر رو میتونی بگیری، ولی در صورتی که آروم آروم اینو حرکت بدی. بعدی چیه؟ آیدیو رسپکته. تمام سیستما تا 80% زورشون، ببین اینجا زورش کم میشه، ولی وقتی شما آیدیو رسپکت رو بیاری پایین که بعدش بزنی شما میتونی به اصطلاح آیدیو رسپکت رو که وقتی بیاری پایین بوغهای توی عمق رو واضح‌تر براتون، وقتی که ببری بالا بوغهای توی عمق رو براتون واضح‌تر میزنه. وقتی بیارید پایین بوغهای توی عمق رو براتون ضعیف‌تر میزنه. آیدیو رسپکت برای بالا ببرید خیلی بهتره، ولی تا جایی که دیگه سیستمتون سر صدا نیفته. اینو دیسکریمینیشن اکسپرت داره. اکسپرتی که بزنی اینجا میتونی بگی به صورت 2 صدا بده، یعنی 2 تا کلا همه به صورت 2 صدایی باشه. 3 تا صدا بهم بده، یعنی آهن یه صدا، نمیدونم مس یه صدا، طلا یه صدا، به این صورت. بعدی میشه 4 صدا برای فلزات مختلف، 5 صدا. پیچ یعنی همه رو یه صدا بده. اینم فولتونه به قول گفتنی، یعنی که هر کدوم یه صدای مجزا داشته باشه که اینو رو بچه‌ها رو 2 تون راحت تر هستن. بعدی بیکپ. بیکپ چیه؟ وقتی شما بالا میبرید درب‌های نوشابه آهنی که گرد هستش رو دیگه براتون نمیزنه. گزینه بعدی چیه؟ ناچ فیلتره. شما زمانی که ناچ فیلتر رو میبری بالا، شما مثلا توی زمینی کار میکنی یه دونه سرب میگیری، اینو میخوای دیگه نزنه، شما اکسپرتی که بزنی 3 تا ناچ فیلتر، ناچ فیلتر 1 2 3. شما میتونی بیا اینجا بگی مثلا از کد 8 تا 10 رو نزن، تو پایینی بیا بگی از کد مثلا 20 تا 30 رو نزن، بعدی میاد مثلا بگی از کد 50 تا فلان رو نزن. اینجا میتونی شما تنظیماتشو انجام بدی. خب بعدی سایلنسر چیه؟ ببری بالا صدای آهن توی عمق رو برات خفف میکنه، تا حدودی آهن‌های زنگ زده رو برات میتونه حذف بکنه. بعدی عملات تون صداییش که توضیح دادیم. میایم بیرون، میریم گزینه بعدی، همه رو توضیح دادیم. میایم عقب، میریم تو آپشن. اولی تنظیمات صدا هستش که این صدای خروجی دستگاه رو شما کم و زیاد میکنی. این بقیهش مال تنظیمات صدایی هست. بمبزیری اینم نوع صدای بوق رو میتونید بعد تغییر بده، مربعی میکنه یا به صورت PWM. PWM راحت تره. میریم حالا گزینه بعدی سیتینگ. تنظیمات سیتینگ شما اینو میزنی، دیسپلی مال صفحه نمایش میزنی، بکلایت روشن باشه. بله
کانتراست، نوع نوشته ها، رنگش خوبه. این برایتنس خیلی به کارتون میاد. این روشنایی صفحه است که ما اینو تو شب میاریم روی 2 میذاریم یا روی 3 میذاریم. الان روشن صفحه، فقط خودتون میشنوین، کسی دیگه ای نمیتونه این ببخشید خودتون میبینید، کسی دیگه ای نمیبینه این نور صفحه رو. بعدی بکلایتی که خب توضیح دادیم. میایم پایین، دایوینگ برای قواسی کار نداریم، زبان دستگاه، ساعت دستگاه. این پروفایل همون صفحه نمایش اولیه، شما میتونید اینو تغییر بدید به صورت ایکس وای بشه، خطی باشه. این حالتیه که به قول گفتنی یه مقدار کوچیک‌تر نشون میده اون کدها اینا رو. حالا میذاریم روی حالت که اومده پایین شما ببینید. گو ترین هم چیه؟ گو ترین برای شما میتونید روی نقشه حالت جی پی اس رو فعال بکنید، از طریق این فعال بکنید. فرکانس اسکنش هم منوئل باشه بهتره. آپدیتش هم زمانی که خواستین آپدیت بکنید وارد این میشین، سلکت رو میزنید، یس رو میزنین و وصل میکنید به پشت دستگاه، فیش رو به لپتاپتون و کارهای دیگه‌ای که دستوراتی که بهتون میده رو اعمال میکنید. اینفو، مشخصات و دیسپلی. برمیگردیم عقب. پروگرام چیه؟ میگه به قول گفتنی برنامه است. شما میخواین برنامه رو سیو بکنید، بله روی 15 بله فلان سیو میکنی باش، برای شما اینو سیو میکنه و این مود کاوش براتون همیشه سر جاش میمونه. بعدی پیرینگ، وقتی میخواین یه لوپ جدید به سیستم تعریف کنیم وارد میشین، اولی که انتخاب شده است میاد پایین، دومی رو انتخاب میکنید، با این ادیت رو میزنین، کدی که روی لوپ نوشته رو اینجا وارد میکنید و ولید رو میزنید و براتون سیو میشه. گزینه بعدی مال آیدیو هستش که توضیح دادم. برمیگردیم عقب. خب ببینید الان میخوام تنظیم، الان ما وارد شدیم، تغییر کرد دیگه، مثل حالت دیگه ای شد. اینجا باتری ها رو بهتون نشون میده که چقدر باتری دارن، لوپ چقدر باتری داره، یونیت چقدر باتری داره. اینو که شما نگه دارید برای بالانس زمینی هستش، پمپ میکنید و ول میکنید. البته دستگاه که باید لوپ دستگاه رو پمپ بکنید، حالا به صورت نمادی من این کار کردم. بعدی این بالایی این رو شما زمانی که نگهداری و ول کنید این صفحه میاد و براتون نویزهای هوایی رو تا حدالامکان حذف میکنه که دستگاه ساکت تر باشه. ببینید الان دستگاه ساکت تر شد نسبت به قبل، چون اومد نویزهای هوایی در محل زندگی هستیم دیگه، اومد نویزهای هوایی رو براتون حذف کرد. موفق و پیروز باشید. اینم بگوید پین پوینت دستگاه، زمانی که شما اینو نگه می‌دارید به اصطلاح یه دونه میزنی، زمانی که به روی ببینید به این صورت اعمال میکنم. اینم برمیگردید تا اول. موفق و پیروز باشید.